درود. این ویدیو موضوعش برخلاف ویدیوهای چنل گیمینگ نیست و صرفا امروز اومدم که یکم برم بالا منبر. بچه‌ها واقعا مرسی. فکرشون نمی‌کردم که اینقدر زود این ویدیو رو بسازم، ولی چنل به 100 تا سابسکرایب رسید. بعد از حدود فقط 20 تا ویدیو بلند و کوتاه که من خودم اولش جا خوردم که چگونه این اتفاق افتاده، ولی خب حالا که اتفاق افتاده پس خدا رو شکر می‌کنیم. قراره که داخل این ویدیو یکم چنل رو حرفه‌ای‌تر کنم. حالا می‌پرسید که چطوری؟ حتما خیلی از شماها یه سری چنل بدون فیس رو دیدین که از فیس ریگ یا یک کاراکتری به جای وبکم خودشون استفاده می‌کنن که تو وقتی اون کاراکتر رو روی تامنیل می‌بینی متوجه میشی که آره این ویدیو مال فلانیه. یعنی یه جورایی اون کاراکتر تبدیل میشه به بخشی جدا نشدنی از چنل که باید همیشه داخل همه ویدیوها حضور داشته باشه و داخل چنل‌های بدون فیس یه جورایی اون حکم امضای کار رو داره. من هم از اول تلاش کردم چون وبکم درست و درمونی ندارم فیس خودم رو با یه قورباغه عوض کنم، ولی یه مشکل بزرگ وجود داشت. این قورباغه نه به تم چنل میخوره و نه کاراکتر ویژه‌ایه. یه میم بین‌المللی که همه جا استفاده میشه. پس معلومه که قرار نیست بتونه با چنل من درست جفت و جور بشه، مخصوصا به عنوان کاراکتر اصلی. و حالا جای خوب ویدیو، من امروز قراره که کاراکتر خودم رو برای چنلم بسازم. به جرئت میتونم بگم که سنگین ترین ویدئوییه که تا حالا ساختم، ولی خب وقتشه دیگه، نمیتونم عقب بندازمش. لازمه متوجهی؟ یه قورباغه سبز کوچولو پوکر فیس. خسته شدم دیگه. نکته اولی که وجود داره اینه که من یه تجربه های ریزی از طراحی کردن دارم به هر حال، ولی مطمئنا قرار سخت باشه چون میخوام این کاراکتر طراحی کنم که قیافه‌اش یک کوچولو شبیه خودم باشه، به تم چنل بیاد و از لحاظ المان های طراحی تک باشه. یعنی وقتی گفتن کریمزون طرف اولین تصویری که میاد تو ذهنش تصویر اون کاراکتره باشه. و نکته دومی که من متاسفانه قلم نوری ندارم، پس کل امکاناتم میشه این موس که خب یه سری راه حلای تو ذهنم براش دارم و همین دیگه. برآوردم که تمام شد متوجه شدم که هیچ ایده ای ندارم. پس اولین کاری که کردم این بود که یه سر به پینترست دادم تا ببینم ملت دقیقاً چجوری این کارو انجام میدن و یکم ازشون ایده بگیرم. من یه طراحی میخوام که در عین حال که به رفتار خودم و چنل میخوره، طراحیش هم ساده باشه. چون هر وقت خواستم برای یه ویدیو ازش استفاده کنم به فنا نرم و مجبور نشم که 6 ساعت رو طراحی کاراکتر وقت بذارم. و آره دیگه، حالا دقیقاً میدونستم که دنبال چی هستم. یکی دو روزی که گذشت تقریبا یه چیزایی تو کلم بود، پس قلم به دست شدم تا طرحامو اول رو کاغذ بزنم و بعد اگه خوب شدن دیجیتالشون کنم. و طراحی کردم. تقریبا بعد یکی دو ساعت بالاخره چند تا ایده داشتم و بینشونم نسبت به بقیه یکی به نظرم بهتر شده بود. نکات اولیه رو که طراحی کردم یه دور بازنگریش کردم و حس کردم که یه چیزی کمه توش، چون کاراکتر صرفا یک شخصیت معمولی با یه هودی معمولی بود. نکته ویژه‌ای داخلش وجود نداشت که اونو خاص کنه. قرارم گفتم من یه چیزی، یه وسیله، یه اکسسوری، چیزی میخوام که این کاراکتر از بقیه کاراکترها جدا کنه. و اینجا بود کاری کردم که ای کاش نمی‌کردم و بعداً ازش پشیمون شدم، ولی خب دیگه انجامش داده بودم. بابا دیگه نمادین‌تر از اسم چنل که نداریم دیگه، لطفاً همین رو ازم قبول کنید. آره، و بدین شکل من کاراکترمو دیجیتالم کردم و عملاً آماده بود که دیگه از اون بعد باهاش ویدیو هم بسازم. یه طراحی بزرگتر و با جزئیات‌ترم از روی همین کاراکتر انجام دادم که روزهای آینده آپلودش کنم به عنوان پروفایل چنل. میدونم احتمالاً اون حرف روی لباس کاراکتر ممکنه حتی برای بعضیاتون کرینج باشه، ولی بیاین در صلح و آرامش به کارمون ادامه بدیم و به همین شکل پرقدرت به سمت 500 سابسکرایب بریم، چون که من حالا انرژی دارم برای یوتیوب و قرار نیست که ولش کنم. لطفاً اگه گیمینگ و دوست داری چنل رو سابسکرایب کن و همون زنگوله کنارش هم بزن، چون قراره با هم کلی کار بکنیم. لایک و کامنت هم یادت نره. فعلا خداحافظ.